سال 2026 سال وضوح و تثبیت مسیر جدیده. تغییرهای بزرگ 2025 حالا دارن شکل واقعی به خودشون میگیرن. پلوتو کاملا وارد دلو شده و داره آگاهی جمعی رو متحول میکنه. نپتون آماده است وارد حمل بشه و الهام شهود تازه‌ای به ما بده. و زحل هنوز توی یهوده تا یادمون بده بدون عمر هیچ رشدی پایدار نیست. این سال برای خیلیا سال رهایی از ترس‌ها، ساخت مسیر تازه و پیدا کردن خود واقعی. برج حمل، سال 2026 برای تو سال تثبیت شروع‌های جدیده. اگه توی 2025 مسیر تازه‌ای رو آغاز کردی، حالا زمانشه اونو محکم‌تر و واقعی‌تر بسازی. نپتون داره وارد برج تو میشه و الهام عمیقی بهت میده. ولی حواست باشه بین رؤیا و واقعیت تعادل را حفظ کنی. در نیمه دوم سال فرصت رشد کاری و حتی شهرت وجود داره. فقط با اعتماد به نفس جلو برو. امسال هر قدمت میتونه تبدیل به موجی از الهام برای بقیه بشه. برج ثور، 2026 برای تو سال ثبات و شکوفاییه. بعد از تغییرات مالی و احساسی سال قبل، حالا وقتش نفس بکشی و نتیجه زحماتت رو ببینی. پلوتو در دلو بهت کمک میکنه مسیر حرفه‌ایت رو متحول کنی. شاید کاری تازه با استقلال بیشتر. از نیمه دوم سال ونوس انرژی عشق و لذت رو دوباره وارد زندگیت میکنه. فقط یادت نره آرامش واقعی وقتی میاد که به جریان زندگی اعتماد کنی، نه وقتی که کنترلش میکنی. برج جوزا، 2026 برای تو سال ارتباط و حرکت دوباره است. بعد از دوره‌ای از ابهام، حالا ذهن دوباره شفاف میشه و ایده‌هات قدرت اجرایی پیدا میکنن. زحل توی هود ازت میخواد مسئولیت حرفت رو جدی‌تر بگیری. ولی نپتون الهام خاصی بهت میده برای خلق یا آموزش چیزی که دیگران ازش یاد میگیرن. امسال سفر، یادگیری یا حتی شروع یک پروژه رسانه‌ای میتونه مسیرت رو متحول کنه. و در عشق گفتگو کلید همه چیزه. برج سرطان، 2026 برای تو سال ترمیم و رشد درونیه. بعد از نوسان‌های احساسی سال قبل، حالا وقتش مرزهای احساسی سالمتری بسازی. ماه سیاره تو امسال کمک میکنه با احساسات آشتی کنی. اما زحل ازت میخواد که فقط در گذشته زندگی نکنی. در نیمه دوم سال یه تغییر مهم در خانواده یا محل زندگیت ممکنه رخ بده. تغییری که در ظاهر سخت ولی در باطن مسیرت رو روشن‌تر میکنه. یادت نره قدرت واقعی توی مهربونیه، نه ترس. برج اسد، 2026 برای تو سال درخشیدن دوباره است. شاید سال قبل کمی خسته یا بی انگیزه بودی، اما امسال خورشید وجودت قرار دوباره بدرخشه. پلوتو
از تو میخواد قدرتت رو با دیگران به اشتراک بذاری. نه برای تایید شدن، بلکه برای تأثیر گذاشتن. در نیمه دوم سال فرصت کاری یا پروژه‌ای بهت پیشنهاد میشه که میتونه مسیرت رو متحول کنه. عشق هم برات معناهای جدیدی پیدا میکنه. یاد میگیری عشق یعنی رشد. برج سنبله. 2026 برای تو سال رشد و نظم در مسیر جدیده. شاید احساس کنی زمانشه بالاخره نتیجه زحماتت رو ببینی و درست فکر میکنی. زحل در حوت داره ازت میخواد بین مسئولیت و احساساتت تعادل برقرار کنی. پروژه ها یا کارهایی که از سال قبل شروع کردی امسال ثبات پیدا میکنن. در روابط شفاف بودن کلید آرامشه. نذار ذهن بیش از حد تحلیلگرت مانع لذت بردن بشه. امسال کلمه جادویی برای تو اینه: ساده ولی عمیق زندگی کن.